سلام علیکم برادران عزیز. مگزین ما در کتاب‌های زیاد است، کتاب‌های مختلف است. بیشتر کتاب‌های قرآن است. قرآن ها به زبان‌های گوناگون، زبان‌های تاجیکی، ازبکی، روسی پیروده شده. نواز یک تا یک اگر بخواهیم نشان بدیم، مثلا این قرآن تاجیکی را شما نگاه بکنین، هم خط عربیش بسیار خوانای خوشرو است و هم خط تاجیکیش که بسیار برا و خوانا است. و همچنین خودی ایرا یک نفر نه بلکه چندین نفر ترجمه کرده گیان، یک 7-8 ای دانشمندا ایرا ترجمه کردن به زبان ساده و روان. همچنین نه قرآن دیگری هم داریم، قرآن تاجیکی ایشم مثلا ایش با خطشون کمتر فرق میکنه. بعد قرآن های با زبان ازبکی داریم، ازبکی من مثلا عربیش هسته، پریودش هسته و تفسیرش هسته. و قرآن داریم مثلا به زبان روسی، و زبان روسی که ایرا 4 برنامه 4 در یک میگن، یعنی عربی یک تا داره، پریود 2 تا داره و تجوید چه داره. و در این صفحه برنگش دیدم خطی عربی را با خطی کلیکی نوشتگی که در اینجا برشته، مثلا حرفایی که در عربی هست و در کلیکی نیست توضیح دادگی هم. همچنین با این ایجاده مثلا قرآن پریود به زبان روسی داریم که هم قرآن عربی شه هم پریود روسی در برش، بعد پایانش ده تفسیر هست. و کتاب کلام الله داریم که خیلی کلام الله هم آدم معلومه، کلام الله سه در یک، یعنی تاجیکی عربی پایانش ده خودی عربی را با کریلیکی نوشته گه، کریلیکی تاجیکی و ترجمه پریودی تاجیکیش.